شهر خوبان، شهر پاکان، شهر یاران، ورام این دشت پر آوازه ایران. شهر خوبان، شهر پاکان، شهر یاران، ورام این دشت سلام عرض پر می‌کنم آوازه خدمت بینندگان عزیز برنامه فرامت، مردم خوب و شریف دشت ورامین. خوشحالم از این که با یه برنامه دیگه از فرامت در خدمت شما هستم. مهمون بسیار عزیزی داریم در این قسمت از برنامه، استاد حسن فرازمند که افتخار دادن به ما و تشریف آوردن. استاد خیلی ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتین. بفرمایید یه صحبتی داشته باشید. افتخاری است که لحظاتی چند توی دشت ورامین با هم معتبر باشیم و غلطی بزنیم توی این دشت پهناور و عطف گل خیارش رو درک کنیم انشاءالله. انشاءالله. خب استاد شما شروع میکنید یا من شروع کنم؟ یه زهد طرف که شود کشته سود اسلام است. شما سخته با یه شاعر گفتگو کردن؟ نه سخت نیست؟ نه اصلا هیچ. از هر طرف که شروع بشه سوده برای فرهنگ این سرزمین. زنده باشین. استاد حسن فرازمند، من یه توضیحی بدم به بینندگان عزیز. من خیلی سال پیش که خودم ورود کردم استاد به سینما و شروع کردم فعالیت‌های سینمایی کار کردن، عاشق سینمای کیارستمی بودم. خانه دوست کجاست کعبه آمال من بود و با اون فیلم عشق به سینما توی وجودم تنیده شد. یه روزی متوجه شدم که نقش اصلی فیلم کلوزآپ آقای کیارستمی توی ورامین سکونت داره و بچه ورامین هست. اون موقع فضای مجازی این شکلی نبود. اصلا نبود در واقع. این ماجرا برای سال 82 3 4 اون موقع هست. بی نهایت خوشحال شدم و 2-3 شب اگه بگم نخوابیدم یا خیلی سخت خوابیدم اغراق نکردم. عجب. دستمزد بزرگی سو من میدید. خواهش میکنم. بدون اغراق عرض میکنم خدمتتون که خیلی لذت بردم. گفتم پس میشه. بله شدنیه. همه چیز شدنیست. روزگاری که من در دهه مثلا 60 به گزارشگر مطبوعات بودم، رفتم دنبال یک گزارش گرفتم، بعد تبدیل شد به یک فیلم و ما هم خودمون در اون نقش بازی کردم. نقش خودم رو در واقع بازی کردم. بعد از اون خیلی از کارگردان ها به من پیشنهادهایی دادن، فرصت‌هایی گذاشتن در اختیارم. بعد من با از معذرت گفتم من فقط تو نقش خودم میتونم بازی کنم، نمیتونم از چارچوب خودم خارج بشم. و چقدرم خوب بودید، چقدر فیلم خوب بود. فیلم قشنگ بود. شما که به آژانس نگفتی که زود برمیگردی، چون کار داریم ها. اگر احیانا میخواید از اونجا که داریم میریم زنگ بزنید که در اختیار ما هستید، چون امکان داره این کاری که ما داریم تا غروب طول بکشه، یه درگیری امکان داره پیش بیاد، شما به هر حال باید داخل باشید. ماجرای عجیب غریب و پیچیده‌ایه. حالا خدمت عالی عرض شدم که بنده خدایی به نام محسن مخملباف رفته، خودشو به نام محسن مخملباف جازه. مخملباف میشناسی شما؟ بازاریه؟ نه بازاری نیست بابا. دست چپ باید داره؟ دست چپ آره. مخملباف بازاری نیست. مخملباف فیلمساز کارگردانه. نمیشناسی شما؟ نه خیلی. همین که آخرین فیلمش وایسی که آخرین فیلمش وقت سینما رفتن واسه همچین برادرگری کارگردانه، واسه چهرهش زیاد مردم نمیشناسن، به خاطر همین آدمی به همین نام رفته توی خونه ایران کرده خودشو مخملباف کرده. بعدم نسبت به اون خونه مثلا یه طراحیایی داره، یه کارهایی داره تو اون خونه میکنه. آدمایی رو که خونه هستن به عنوان کارگردان، به عنوان هنرپیشه انتخاب کرده. خونه رو به نام لوکیشن که حتما میدونید چیه، جای مکان فیلم مکان فیلم برداری است که کارگردان درش کار میکنه. اونجا رو ما لوکیشن انتخاب کرده. معلوم نیست که نظرش چیه، سوء قصد داره، سوء نظر داره، چیزی ماجرا پیچیده‌ایه.
منم بلند شدم رفتم دنبال این قضیه که ببینم اول دنبال خبرش برم، خبرش پیدا کنم برای صفحات خبری خودم رو رفتم دستگیرش کنم. شما خبرنگاری؟ آره من خبرنگار مجله سروش هستم. برای شخصی و به اصطلاح شیطونی‌های شخصی من و عباس کیارستمی در دوران جوانی بود. عباس کیارستمی خودش تعریف کرده، گفته منم در بعضی جاها گفتم به دوستانم من در جوانیم، در ایام جوانیم دوست داشتم خیلی کسایی باشم، به جای خیلی کسا باشم. دوست داشتم فردین باشم، دوست داشتم دوبلور همه جا به خودم رو دوبلور آلن دلون معرفی کنم، دوست داشتم بگم من مثلا دوبلور مثلا فلان، همه جا هم لو میرفتم، همه جا میخوردم به دیوار، همه جا هم سرخورده میشدم، ولی خب خیره بودم، یه خودم جای اینو میزدم که مثلا یه دوست دختری بگیریم، یه سر کسی رو شیره بمالیم، از این حرفا. گویا عباس کیارستمی همین چیزا رو داشته، همین شیطنت‌های دوران جوانیش داشته که وقتی میبینه یه نفر خودش جای محسن مخملباف جا میزنه و منم گزارشی گرفتم چاپ کردم، براش جذاب و جالب بود. بعد وقتی با هم برخورد کردیم گفت که ما هممون گرفتار یه چیز هستیم، اینو تو و من. خلاصه این خلاصه‌ای بود از شکل پای گرفتن کروزاب نمای نزدیک. برگردیم به ورامین استاد. شما به محله روغنکشی ورامین و شهر ورامین یه ارق خیلی قشنگ و ویژه و از نظر من دلنشین دارید. مرسی. از این محله شروع کنید. از کجا پا گرفتین؟ استاد حسن لرنی، حالا استاد حسن فرازمند، ولی نام فامیلی ما قبلا لرنی بود. من پسر استاد رحیم لرنی هستم. استاد رحیم بنای ویژه محله شماره ورامین بود، محله کریزک و روغنکشی. این هر کس هر کاری داشت دنبال بابای من می‌آمد و منحصر به فردم بود، به خصوص تاق ضربی‌هایی که می‌زد. هیچ کس نمی‌تونه تاق ضربی مثل بابای من بزنه، معروف بود به تاق ضربی و هم دوستش داشتن. استاد رحیم رو الان هم برید بپرسین، همه قدیمیای ورامین دوستش داشتن. 4 تا برادر دیگه هم داشت که معمار بودن. من پسر اون بودم در محله کریزک بالاتر از روغنکشی. بعد از روغنکشی از کریزک میومدم روغنکشی، دبیرستان کارخونه قم بود، درس میخوندیم. بعد تو راه خانمم میدیدم، اونم با من میرفت، میدیدیم هم دیگه گاهی مواقع. من همونجا دلواخته شدم. گفتم من صبح میرم به اجزهرا، اگه به اجزهرا رو بمبارون کردن و ما کشته شدیم که هیچ. اگر هواپیمای آقا نشست توی به اجزهرا، من شب میام خواستگاری. اگر هواپیما آقا رو زدن کنسله، من پا به رکاب آقا میخوام برم تا بهشت. اینقدر عاشق آقای خمینی بودم. این حرفا رو هیچ کس حاضر نیست الان بزنه تو این شهر. میزنم من با افتخار میگم. اعتقاد داشتم، دوستش داشتم. یکی از معشوقه های من آقای خمینی بود. بعد اصلا به خاطر آقای خمینی رفتم ازدواج کردم. اگر آقای خمینی نمی‌بود شاید تا سال الله ازدواج نمی‌کردم. بعد شب 12 بهمن 1357 بلند شدیم با این دوستمون آقای رضا مهابادی نژاد که دوست دوران دبیرستانی و دبیرستانی من بود، با خانوادگی رفتیم خواستگاری همین خانمم شهدا که همیشه تو مسیر دبیرستان می‌دیدیم هم دیگه رو و هیچ وقت هم جرئت نداشتیم به هم دیگه هیچ اشاراتی داشته باشیم. باباش رئیس فدراسیون کشتیگیر رو ید محل بود، کسی جرئت نداشت به دخترش گوشه چپ نگاه کنه. این است که من تو روغنکشی موندگار شدم. تو روغنکشی عشقم پا گرفت. تو روغنکشی شاعر شدم. تو روغنکشی ترانه سرا شدم. تو روغنکشی شاعر شدم. تو روغنکشی و خیلی کارهای دیگری که کردم، ولی مطبوعاتی شدم. چون قبل از انقلاب من تو کار مطبوعات میرفتم و میامدم، کار مطبوعاتی میکردم. مثلا اولین شعرها و مطالب من از سال 53 54 به بعد، 1353 به بعد توی مجله جوانان اون موقع چاپ میشه. شعراتون رو کیا خوندن استاد؟ یکی از کسانی که بدون اجازه من ترانه من خوند حبیب بود که ترانه شهلای من کجایی رو برداشت. شهلای من کجایی،
شهلا چه بی وفایی، شهلای من کجایی، شهلا چه بی وفایی. ترانه سروده من بود، در مجله جوانانم با یه شکلی چاپ شده بود. بعد برداشت چیزای کم و زیادش کرد، برداشت خوندش و بعد رفتیم اعتراض کردیم به کمپانی آرگامان. اون موقع مال آقای بیبیان بود و اینا، به آقای بیبیان اعتراض کردیم. بعد ما رو به جای دیگه ارجاع داد و بعد حبیب رو آوردن، با حبیب گراویز شدیم یقه به یقه و از این حرفا بگذاریم. ولی 10 برابر یه شعر، قیمت یک شعر رو من پرداخت که من آوریشو نبرم، جایی نگم. شعرها اون موقع 1200 تومان 1000 تومان بود. یه شعر یه ترانه 1000 تومان بود. خیلی پول میدن 1000 تومان. بعد حبیب به من چقدر داد؟ 12000 تومان داد که من هیچی نگم. منم امضا کردم بهش دادم. یکی از این ترانه‌هایی که مردم میخونن خیلی هم سر زبون هاست، این ترانه حرف من عشقت عشق من. این شعر نیست، یه مهر من روی ترانه گذاشتم برای محمود قراملکی. مهر بود، این مهر بود. مهر میدونی چیه؟ نه متاسفم. مهر چیزیست که شما روی ملودی میسازی که بعداً روی ملودی روی این مهر شعر بگی. یه چیز اولیه. آره مثلا یکی کلمات پیدا جای کلمات پیدا بکنی. مهر همین مهر رو برداشت داد به امیر رسایی خوند. مهر رو جای شعر استفاده کرد. مهر رو جای شعر. هیچ کس هیچی نگفت. ضبطم شد. بعد ما رفتیم به آقای بیبیان گفتیم آقای بیبیان چیز بابا آوردن خود تغییرش دادن به ما. منم یه بار این اتفاق برام افتاد. یه بار یه دونه فیلمام تلویزیون پخش شد، رافکات پخش شد. یعنی ما اون کات اولیه رو که نه موسیقی میذاریم زیرش، نه کاری میکنیم، نه تیتراژی میدیم، بهش میگیم رافکات. صرفاً پلانای اوکی رو میچینیم کنار هم. اینو اولیه داده بودیم تلویزیون شبکه 2 ببینن و بعدش فیلم خروجی نهایی و با موسیقی و مرتب شده و روتوش شده به عنوان فاین کات نهایی بهشون دادیم و اون اولیه پخش شده بود اشتباهی. به قول شما مهر پخش شد. مهر ما بعد چقدرم گل کرد. هنوزم که هنوز آهنگ بله. حرف من عشقت عشق من که امیر رسایی خونده، بعد دخترام گروه کور خوندن، همه تو اینستاگرام هم هست، هر کی بخواد سرچ کنه میتونه. بعد اینو به نام دیگه به محمود قراملکی آهنگسازش گفتم لام هست صبر می‌کردید من شعرشو بگم. گفت نه باید تحویل میدادم و تو هم دست تو برامین بودی و منم پیدا نکردم فلان. همون رو ضبط کردیم دیگه. اونم با یه شاعر دیگه پیدا کردن روش خورده حکاکی کرده بود. بعد اما ترانه‌های مثلا بگو از کوچه شبانه کبوتر خانم رامش که یکی از ترانه‌های فاخرش هست که خونده و خودش خیلی لذت میبره موقع خوندنش، که ترانه رهگذر آقای مرتضی. رهگذری تو کوچه ها، من خاک زیر پای تو، در عبادتم سحرگه ها، دعای من برای تو، عطر تن تو. که اون موقع توی برنامه تلویزیونیش وقتی اسم منو برد تو برنامه یه قلقله عجیبی پا شد. سال 55 فکر کنیم 54 فکر کنیم اسم تو تلویزیون ملی ایران ببرن چه اتفاقایی میفته. که بعداً بابای من به خاطر همین که این اسم منو برد اجازه داد که من به تهران رفتم اومد چیزی داشته باشم و به پسرم افتخار میکنم که ترانه گفته اسمش تو تلویزیون، گفتن تو قهوه خونه به من گفتن پسرت تو تلویزیون، از این حرفا. ترانه‌هایی برای شهر و شهرام و مجموعه استودیو 11 که سالهای 54 56 و 57 از تلویزیون پخش میشد. بعد ترانه‌ای برای ابیلیتر، ترانه‌های برای ابیلیتر ترانه‌های دمیستروس خواننده یونانی رو به اصطلاح
میخوند توی کابارها به زبان همون یونانی و به زبان انگلیسی میخوند، همونا رو به من داد که من براش به اصطلاح شعر گذاشتم، ترانه بودیم. کسی نمیتونست به هر کی مراجعه میکردن جوابشون نمیداد، سخت بود، کار سختی بود. من این کارو کردم، چند تا ترانه براش و ضبط شد، از برنامه صدای آذان پخش شد. و زمانی هم که دمستوسز اومد ایران و میخواست خواننده ترانه‌های ایرانی خودشو ببینه، هم ابریتز رو دعوت کرد، هم منو دعوت کرد که میخواست ببینه شاعر ترانه‌هاش به زبان ایرانی کی هست. اون موقع منو دید و بعد اتفاقای افتاد که حالا بعداً خدمتتون عرض میکنم. میخوام بعد ترانه آقای عباس، آقای جواد یساری از من برداشت خوند به اسم من اگه خودم نباشم بیگمان یه برگ پیرم، من یه پیراهن مشکی برای اعضا ندارم، یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم. یه شعری بود که در مجله جوان اگر قصه نباشم بیگمون سنگ صبورم، با تو همسایه خورشید بی تو خاک سرد بورم، با تو همسایه خورشید بی تو خاک سرد بورم. من پر از سکوت و دردم جز تو آشنا ندارم، یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم، یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم. به نام شما حسن لرمی. آره چاپ شده بود. آره چاپ شده بود. در ترانه هم به نام من بود، ترانه هم پشت کاست به نام من زده بود. آقای سعید مهرابیان لطف کرد و یه روزی ما رو دعوت کرد استودیو باربد و گفت ببخشید من بدون اجازه شما این کارو کردم، این از این شعر خیلی خوشم اومد. بودم خوب کاری کردید، اینم بیا جوازش بده، اینم مجوز. بعد ترانه‌های اینجوری، بعد ترانه‌هایی برای دیگر خواننده‌هایی مثل خانم محسی هم یه ترانه از من خونده. کدوم ترانه؟ در سوگ هایده. وقتی رفتی همه چی رفت، حتی لبخند گل یاس، توی سینه بی تپش شد اون همه قلب پر احساس. اینو محسی در سوگ هایده خوند، در حالی که ترانه‌شو قبلا من گفته بودم روی آهنگی از عماد رام. عماد رام اینو خونده بود سال 58. بعدها این رو اجرا کردن در خارج از کشور. بعد ترانه دیگری به اسم آره من شمالی هستم بوی بارون میده دستم برای عماد رام ساختم که عماد رام خوند و بعدها قرار بود که این رو مازیار بخونه که خدا بیامرز فوت کرد و نخوند. خدا رحمتش خدا بیامرز. استاد من یه تعریفی از شما شنیدم راجع به مسیر ورامین تا تهران و شما همه روزه 30 و خورده ای سال 40 ساله 50 ساله 50 سال این مسیر میرم و میام. 50 ساله میرید میایید. یه دوستی از شما پرسیده بود که خسته نمیشید؟ شما مثل اینکه گفته بودید تو مسیر به همسرم به شهلا خانوم فکر میکنم. میخوام ببینم هنوز اون عشقی که میگین یه مسیری و با هم آره میرفتید میومد همیشه هست داره. راجع به این صحبت. اون عشق اصلا انگیزه من توی زندگیم و توی تمام عاشق شدنهای من این بوده که این آدم بوده که اصلا منو به این ورطه ها کشونده، به این هول و وله ها انداخته، زندگی رو منو هل داده به این سمت ها بدون که اصلا دخالتی داشته باشه. ببینید شما ممکنه که از یه امامزاده هیچ وقت معجز نگیرید ولی حاضر نیستید بهش بی اعتقاد بشید. اعتقاد خود از دست نمیدید. هیچ وقت معجز ازش نگیرید، چیزی هم ازش ندیدی ها ولی دوستش داری، میخوای که اعتقادت سر جاش باشه. این یه اعتقاد بود برای من، دوست داشتنه. چون اصلا از قدیمم معتقد بودم شما وقتی یک نفر رو دوست داشته باشی یعنی تمام دنیا رو دوست داری. احسن. این اعتقاد من بوده، اعتقاد من همینه. شما وقتی عاشق یه نفر هستی یعنی عاشق همه جهان هستی. شما همیشه باید یه نفر برای دوست داشتن داشته باشی. اگه نداشته باشی باختی، اصلا باختی، اصلا بی خودی وقت تلف کردی. اصلا زندگی بدون عشق و زندگی بدون دوست داشتن یک کار عبثی. حالا اگر شده کفتر دوست داشته باشی، کفتر چای دوست داشته باشی، نمیدونم تابلو دوست داشته باشی، تمبر دوست داشته باشی، یه عشق باید داشته باشی. این عشق تو زندگی من بود. از دوران جوانی که خودم شناختم
عاشق زندگی کردم، عاشق 100 تا دخترم شدم تا حالا. ولی این عشق در جاش بوده. کسی حاضر نیست اینجوری حرف بزنه. هر کس اومده پیش من اظهار محبت کرده، خب منم موقتا عاشقش شدم، ولی اون عشق نشده. اون عشق چیز دیگری است. ببینید این روزگاری نیست که آدم بتونه از این حرفای تا این حرفا از اینجای من در نیاد به اینجای شما نمی‌نشینه. بله. این حرفایی است که من صادقانه هر چند ازم بپرسن میگم. ابایی هم ندارم بگم. همیشه هم سرزنش میشم توسط خانومم که چرا آبروی منو بردی؟ چرا اصلا اسم منو میاری تو شعرات؟ چرا فلان میکنی؟ من دیگه دست تو آبرو حیثیت ندارم اینجا. دست من نیست که. این از عالم دیگری بر من غالب میشه، منم تنظیمش میکنم. علاقه‌ای به شعر ندارن خانمتون؟ هیچ. علاقه به شعر من نداره. هیچ وقت رو یه سطر شعر منم نخونده. من نمیدونه اصلا من شعرام چی هست. بعدم وقتی برای کسی میخونم شعرامو بعد میشنوه میگه اینا چی تو میگی؟ کفگیر ملاقه چیه؟ نمیدونم این کاسه لب حوض چیه؟ نمیدونم ماهی دب سر حوض چیه؟ اینا چی تو میگی؟ یه شعری هم راجع به یه اختلاف زناشویی و اینا گفته بودین فکر میکنم. ما یه زندگی غرق در اختلاف داریم اما عاشقانه. اینایی که میگن ما اختلاف نداریم اولا دروغ میگن. مثلا میشه زندگی اختلاف نباشه توش. اصلا اختلاف نباشه بعد بذارید در کذابشو بخورید. به درد نمیخوره زندگی بدون اختلاف. یعنی چی زن و مرد همه عقیده هاشون شبیه هم دیگه باشه؟ یعنی چی؟ اصلا همچین چیزی ممکن نیست. ما اصلا سراسر اختلافیم، اما سراسر اختلاف عاشقانه. همیشه هم اگه پشت خونه ما رد بشه صدای داد بیاد من داره میاد. نکن بذار اونجا باشه دست برای اینقدر داد بیاد نکن. همه مردم فکر میکنن ما دعوا داریم با هم. میگن بابا من همه میگن ما دعوا نداریم هیچ وقت با هم. یه روزی یه کسی از همسایه‌های ما در زد به شیشه در خونه ما، گفت که حسن آقا صداتون داره بیرون میاد. گفتم به تو ربطی نداره، خودمون میدونیم اختلاف مال من و خودمون، ما دوتاست، به تو هیچ ربطی نداره، برو دنبال کارت. بعد وقتی رفت این شعر رو گفتم: برو ای باد نیست، برو ای ابر نیست، برو ای ماه نکش سرک از پنجره در خانه ما، به کسی ربط ندارد اختلاف من و عشقم شهلا. یکی از شعرهایی شد که در مجموعه شعر برگ و باد من که انجمن شاعران ایران منتشر کرد و با محبت استادم سهیل باقری و استاد سهیل محمودی این کتاب‌های من در انجمن شاعران منتشر شد. یکی از شعرهایی که در اون کتاب خیلی مورد دقت و نظر جامعه شعر امروزی قرار گرفته. بسیار شعر زیبا و پرمسمایی بود تو عرصه شعر نیمایی فکر میکنم. حالا من تخصصی ندارم. آره من فقط شعر نیمایی شعر نیمایی هم سخت‌ترین نوع شعر. بله. کسی الان حاضر نیست خودشو خرج شعر نیمایی بکنه. الان ما غزل سرای فراوون داریم، روایی سرای فراوون داریم، قصیده سرا داریم، همه رقم شعر میگن، شعر سپید سرا زیاد داریم و انواع شعرهای به اصطلاح حالا خودشون میگن، من که زیاد چیز ندارم، شعرهای سپید و غیره و غیره. ولی شعر نیمایی این روزها گوینده و سراینده بسیار اندکی داره و شاید هم نداشته باشه و کسی حاضر نیست خودشو خرج شعر نیمایی بکنه، چون الان شعر نیمایی رو سرایششو نوعی چیز میدونن، نوعی غریبانگی میدونن، در حالی که الان مخالفش هم هست. پرفروش‌ترین کتاب‌های شعر ایران، شعر معاصر ما شعرهای نیمایی، مثل شعر خود نیما، مثل شعرهای فروغ، مثل اخوان، مثل مشیری. اینا پرفروش‌ترین کتاب‌های شعر معاصر هستند و به تیراژهای میلیونی هم رسیدن، در حالی که غزل‌سراهای ما خیلی افتخار کنن 2000 تا یا 3000 تا شعر غزلشون فروش میره. نمیخوام چیزی کنم ولی میخوام بهتون بگم شعر نیمایی سخته. من سخت‌ترین کار رو انتخاب کردم، همیشه هم سخت‌ترین ها رو انتخاب میکنم و همیشه هم دوست داشتم همه جا
در حال روزنامه نگاری، در حال نمیدونم شغلایی که داشتم تا به حال شاعر باشم. خودتون رو در واقع شما شاعر بسیار خوبی هستین، من شما رو بازیگر، هنرپیشه بسیار خوبی میدونم. اغلب دوستان شاید همکاران شما رو خبرنگار، روزنامه نگار یا اهل رسانه قوی ببینن. به هر حال هر ستای اینا رو موازی رفتید جلو و الحمدلله. خیلی شغلا داشتم. من دستفروشی کنار خیابون میکردم، زندگی میگردم. نوار میفروختم، نوار هایده و گوش و محصیل میفروختم، زندگی میگردوندم. آب حوضی بودم یه روز آب حوض کشیدم برای که زندگیمو بگردونم. یه جا رفته بودم پول از کسی طلب داشتم 130 تومن بگیرم، تو یک کوچه‌ای بود در روبروی دخانیات، به کارخونه دخانیات تو خیابون قزوین. 140 تا تک تومانی 130 تا تک تومانی طلب داشتم. یک کسی اومد وقتی هر چیز زنگ میزنم در باز نمیکنه. همسرش گفت چه کار داری به آقا؟ گفتم والا هیچی، پول ازش طلب دارم 130 تومن. سال 54 130 تومن هم خیلی پول بود. بعد یه ترانه ای از ما گرفته بود، پولشو نمیداد و ما هی زنگ میزدیم و این حرفا. بعد در میرفت. ما خلاصه یه روز به دریا و رفتیم پیشش که بگیریم پول، دیدیم در باز نمیکنه، طبقه بالا هم بود. یه خانمی از همسایه ها در باز بود، چیکار داری اینقدر زنگ میزنی؟ گفتم پولم میخوام بگیرم. گفت این پول به کسی نمیده، بیا خودم بهت میدم. منم 2 تومن 3 تومن پول داشتم، تا اونجا کریم ماشین دادم رفته بودم، پول برگشتنمو نداشتم. گفتم چجوری با من پول میدی؟ گفت بیا آب حوض خونه ما رو بکش برید تو کوچه تو خیابون، من پولشو بدم، پولی که اون مقابل بدم بهت میدم. گفتم باشه. رفتم یه ساعت ازش گرفتم و آب حوضشو از ساعت 2 بعد تا ساعت 4:05 بعد کشیدم و حوضشم شستم و تحویلش دادم و 140 تومن به من داد. 140,000 تومن الان مثل 1,400,000 تومن الان به من داد. میگم آب حوضی هم کار آب حوضی هم کردم، کنار خیابون گوجه فروشی هم کردم، کنار خیابون دست فروشی هم کردم، بلیط فروشی هم کردم. تو این کارخونه قند بهرامین من کارگر راهفنری بودم. به دلیل اینکه حق طلبی کردم با اردنگی انداختنم بیرون. همین سال 58 59 دورم نبود. بعد رادیو رفتم. رادیو مثلا آقای حمید سبزواری خدا بیامرزه من دعوت کرد برای برنامه‌های صبح جمعه رادیو. رفتم چون میدونست من طنز می‌نویسم و برنامه‌های طنز خود اونجا همکاری کردم. برنامه صبح جمعه رادیو رو یکی از پایه‌های برنامه صبح جمعه رادیو در افتتاحش بودم. نه من تأسیس کنندش، نه تأسیس کنندش کسی دیگه بود. من یکی از پایه‌ها و نویسنده‌هاش بودم. و خیلی از چیزها رو من تأسیس کردم. و خیلی جالبه برای شما و قشر سینما این جالبه باید بدونید. من بنیانگذار گزارش پشت صحنه در کشور بودم و هنوزم بالا دست من کسی نه. اولین گزارش پشت صحنه این کشور رو من نوشتم. برای کدوم کار؟ برای سریال میرزا کوچیک خان در سال 60 61 62 63 64. اون موقع تا اون موقع گزارش پشت صحنه کسی ننوشته بود. اولین گزارش پشت صحنه رو من نوشتم که بعدها هی این اون از من خواستن، گفتم نه، مجله سروش هم چاپ شد. حتی قبل از اون هم یک گزارش نیم بندی، همچنین گزارش کامل نبود، نیم بندی بود، من داده بودم توی یکی از مجلات سینمایی قبل از انقلاب چاپ شده بود. خورد اونجا ما رو مشهر مسخره کردن، این چی بود نوشتی؟ نمیدونم کارگردان اینجا به اونجا رفت و اون حرفش دستش خاروند، از این حرفا این خورد مطلق به ما گفتن. نمی‌پسندیدن قبل از انقلاب. در کشونات. آره، همش دوست داشتن صحنه رو ببینن، نه پشت صحنه رو. پشت صحنه اون موقع زیاد دیدنی هم نبود اصلا. و اصلا پشت صحنه حکایت داشت. پشت صحنه رو مثل اینکه چیز داشتن، قبیح میدونستن کسی از پشت صحنه حرف بزنه. برای اولین بار من این قباحت رو برداشتم. این تو سینما، تو عالم سینما اینو از من داره. اگه کسی هست بیاد خودشو معرفی کنه، من حرفمو پس میگیرم. نه، من فکر میکنم درست میگید. کسی بعد دانش زیادی تو این تحلیل این موضوع ندارم، ولی پشت صحنه اومد چاپ شد و بعدها نمیدونم بعضی از نشریات گذاشت پشت صحنه از فیلم ها و برنامه ها زدن، اما مؤسسش من بودم.
و بیشتر از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی. مثلا گزارش برنامه پشت صحنه فرماییم بازم مدرسه‌ام دیر شده اکبر عبدی رو من چاپ کردم که بعدها اکبر عبدی منو توی جشنواره دید و منو بوسید گفت من هر چی دارم از تو دارم، تو منو ثبت کردی تو تاریخ، تو منو ثبت کردی تو تاریخ. و خیلی کسایی که واسه اولین بار اومدن من دستشون گرفتم و منفششون کردم، خواننده‌شون کردم، بازیگرش کردم، کارگردانش کردم، هلش دادم و از خودم مایه گذاشتم تا زمانی که تو دم دستگاه رادیو تلویزیون و سینما و اینها بودم. بعد از اون دیگه نه، جذب روزنامه‌های ایران و همشهری و روزنامه اطلاعات شدم، دیگه شدم روزنامه نگار صرف. و چون علاقه‌مندم بودم به قضیه تاریخ، نشستم به نوشتن ناگفته‌های تاریخ. 20 سال واکاوی ترانه‌های قدیمی رو در روزنامه اطلاعات نوشتم و هنوزم دارم ادامه میدم. هنوزم روزنامه اطلاعات هنوزم روزنامه اطلاعات روزهای سه‌شنبه از من در ادامه اون چیز داره چاپ میشه. پاورقی ثابت داره. پاورقی ساره. پاورقی‌های مختلفی داشتم. میدونید اساساً من رکوردر پاورقی در ایران هستم، چون پاورقی 2 سال 3 سال در یک روزنامه یا یک مجله میتونه ادامه داشته باشه و داشته. تو جهان هم همینجوره. فکر نکنم مثلا یه پاورقی مثلا 4 سال بیشتر توی روزنامه. ستون ثابت کارهای ورزشی دارن خیلیا، ولی پاورقی نیست. پاورقی نیست. خبرهای ادامه دار هست ولی پاورقی نیست. ببینید اما این پاورقی که من دارم می‌نویسم نخستین پاورقی است که حدود 20 سال طول کشیده. خیلیه 20 سال. 20 سال خیلی عمر دیگه. عمر، یعنی یک کسی که از اول شروع کنه به کار مطبوعات سر 20 سالگی میتونه بازنشسته بشه. راضی این استاد؟ عاشقم. اگه برگردیم به اون زمان که شما و خانم شهلا خانم دبیرستان، قبل از اون اتفاقی که عشق عاشقی به ثمر بشینه، برسیم به این که حسن آقای لرنی میخواد تصمیم بگیره برای امرار معاش زندگیش با عشقش، میرسید به بحث شعر، هنر و روزنامه نگاری؟ ببینید من معاش شعر نداشتم، یعنی از شعر هیچ چیزی گیر من تا به حال نیومده جز اون پول ترانه‌هایی که قبل از انقلاب میگرفتم. پولی نبود که باش معاش کنم. من معاشم با روزنامه نگاری گشته، زندگیم با روزنامه نگاری گردوندم. یه موقعی که روزنامه اخراجم میکردن، یه جای اخراجم میکردن، چون همیشه من اخراج میشدم. من جز اخراجیایی چرا؟ همیشه اخراج میشدم. تو مثلا روزنامه ایران جز مؤسسینشون هم بودم. مثلا یه خوده‌ای کار کردن، یه دفعه اونم یه رئیسی اومد گفت نمیخوایم، اینو نمیخوام، اونو نمیخوام، اونو نمیخوام، همه رو اخراج کرد. ما هم اخراج شدیم. جز اخراجی بود. تو روزنامه همشهری بودیم، آقای کرباشی هم خیلی هم ما دوست داشت، ولی یه دفعه گفتن از فردا حسن فرادمند نه سر کار. چرا آقا حسن فرادمند اونجا این حرفو زده؟ چرا کاری نداریم به این حرفا. همیشه اخراجی بودم. اما اون زمانی که اخراجی بودم میومدم کنار خیابون با مثلا بالنجو میفروختم. میومدم کنار خیابون نوار میفروختم. میومدم کنار خیابون سیدی میفروختم. زندگیمو میگردوندم. اون زن بچه من که گناهی نکرده بودن که. بعد ماشین داشتم مسافرکشی میکردم، زندگیمو میگردوندم. اما شعر منو میگردوند، من زندگی رو میگردوندم. و همه اینا که دارم براتون میگم تو شعرهای من منعکس شده، یعنی مسافرکشی منم منعکس شده. نوار فروشی من کنار خیابونم تو شعر تو اصلا چاپ شده، توی کتاب کلوزاپ هم هست که کنار خیابون وایسادم دارم دست فروشی میکنم، از دست فروشی دارم به آسمون میرسم از این حرفا. نه خدمتتون عرض بکنم که تمام اینها، یعنی من صبح رفتن تهران، برگشتن شب به منزل رو همیشه شعرم بوده. و یکی از شعرهای ناب من این بوده که به قرچکی میرسم چه اتفاقی میفته. هیچ کس در مورد این که قرچک وسط بین راه تهران ورامین بوده تا حالا شعری نگفته. هیچ کدوم از شاعرای ورامین حتی اشاره هم بهش نکرد. تنها کسی که قرچک رو دیده تو شعر من بودم.
و شعر و قشنگ تو شعر من منعکس شده. پاکدشت تو شعر من بود. موقع میگفتن جیتو پلشت، موقع جیتو پلشت بود، پاکدشت یه روستایی بود بعد بالای فیلستون. حالا میخوام براتون بگم که من بخشی از تاریخ زنده ورامین هستم. یه چیزی حدود 10,000 تا بریده جراید از 100 سال پیش به این ور در مورد اخباری که در ورامین در جراید قبل از انقلاب چاپ شده جمع آوری کردم. و دارید اینو؟ دارم. دیجیتالشم دارم، دیجیتالشم میکنم. 100 سال تاریخ ورامین در مطبوعات. هیچ کس نداره چنین مجموعی. جمع آوری کردم به خاطر عشق به ورامین. استاد مسئولین اومدن تا حالا بگن خب شما یه همچین گنجینه، اول که شما خودتون یه سرمایه عظیم اجتماعی هستین برای این شهر، نه بدون اغراق میگم تو 3 تا حوزه به شدت سرمایه بزرگی هستید. کسی که رسانه رو میفهمه با گوشت و پوست و استخون، قربون شما برم. کسی که شعر رو میفهمه، شعر نیمایی سخت‌ترین نوع شعر، و کسی که سقف یا قله سینما رو به نظر من تو دشت ورامین زده. قربون شما برم. دیگه ما بالاتر و بت‌تر از عباس کیارستمی نداشتیم توی سینما که به گفته خودش بهترین فیلمش کلوزآب و نقش اصلی کلوزآب. بله ایجاد سناریوش هم با من بود. اصلا کل سناریو بله شنیدم. من این کلید رو زدم. ایده با شما بود کاملا. اصلا توی مجله روش گزارش چاپ شد، بعضی گزارش چاپ شد، متوجه شدن این موضوع خوبیه. حالا یه شخصی که همچین خودش به این صورت سرمایه اجتماعی برای شهر اومده یه همچین گنجینه‌ای هم جمع کرده، مسئولین چقدر اومدن به شما بگن دست شما درد نکنه، ممنون یا بدید؟ که نه، هیچ کدومشون نیامدن که هیچی. من به هر کدومشون هم که مراجعه میکردم میگفتن چی؟ تاریخ؟ بابا تاریخ رو بپرد تو زباله، این آتاشخالا چی؟ این حرفا چی میزنی؟ تو چه اشلی این مسئولینی که این مدلی دیالوگ کردن با شما؟ اکثر فرماندارا جز یکی از فرماندارا که یه شب با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد بلند شد اومد خونه ما و یه تقدیرنامه‌ای هم برای من آورد و گفت ما تشکر میکنیم. اون هم نمیدونست خونه کی رفته، اونم نمیدونست خونه کی اومده. اونم فکر میکرد فقط دیدن یک خبرنگار اومده، یک خبرنگاری که پیشکسوت بوده و بنیانگذار مطبوعات ورامین بوده. نشریه ورامین توسعه اولین نشریه‌ای بود در ورامین، من بنیانیشو گذاشتم با همت البته فرماندار ورامین که اون موقع آقای حمزه کرمی بود و چه روزگار تلخی به ما گذاشت تا تونستیم این نشریه رو تو ورامین جا بیاندازیم. چه بلواهایی که برای من به پا نکردن. قرار بود من 5-6 شماره در بیارم ولی تا 40 شماره همراهی کردم، بعدم سپردم دست خودشون رو رفتم. حالا کاری ندارم، بریم سراغ اون گنجینه. درباره اون گنجینه که من سالهاست که دارم هر جا در مطبوعات قدیم از 100 سال پیش به این بر درباره ورامین مقام که حتی میگفتن به نام غرب و به نام شرق چیزایی میبریدم میذاشتم کنار و اینو کردم یک گنجینه خیلی تاریخی. تا حالا اینو رو نکرده بودم برای مطبوعات یا در رسانه‌ای نگفته بودم، اما با خیلی از مسئولین رفتم صحبت کردم و متاسفانه میگفتن تاریخ کیلو چنده، آقای فرازمند چه حرفایی میزنی؟ و من این حرفها رو میشنیدم و کنج دلم میذاشتم که به تاریخ یک روزی گله کنم. این مسئولینی که تا به حال توی این ورامین هستن لیاقت این ندارم من ازشون گله کنم. من گله‌مو از تاریخ انجام میدم و تاریخ گله منو به اینها و به نسل‌های بعدی منتقل میکنه که شما فکر کنید 100 سال تاریخ ورامین رو گردآوری کنید، تاریخ مطبوعاتی ورامین رو گردآوری کنید، بعد مثلا میخوای ارزش کنی کسی نباشه مثلا حمایتت کنه، کسی نباشه سرمایه گذاری بکنه، کسی نباشه حتی بفهمه تو چی کار کردی. بعد خب حالا از خودمون بگیم آقای فرازمند ولش کن، تاریخ ولش کن، هر چی مال قبل از انقلاب بوده باید انداخت مثلا توی فلان و سیفونم باید کشید. من با یه همچین موجوداتی طرف بودم
تاریخ چی جواب میداره؟ خجالت، شرم. شرمشون باید بیاد. شرم. ما تو این ورامین 760 شاعر داریم. کدوم یکی از مسئولین ورامین بلند میشن برای خونه شعرا؟ استاد من یه چیزی بگم چون دلم خیلی سوخت الان اینو بگم. سال گذشته بودجه فرهنگی شهرداری ورامین میدونید چقدر بوده؟ نه نمیدونم. 35 میلیارد تومان. 35 میلیارد تومان بودجه فرهنگیش بوده. بعد امسال 55 یا 57 میلیارد تومان. بله. سالهای گذشته به مراتب به میزان تورم کمتر. میخوام بگم این گنجینه‌ای که شما فراهم کردین، شما جمع کردین، انتشارش، توسعهش، چاپش، ارزش بین مردم چقدر هزینه می‌برد؟ راه آهن میگم بابا این راه آهن رضا شاه اومد افتتاح کرد تو ورامین. آقا اسم نیار دیگه. میگم آقا من بچه بودم یادمه این فرهنگ سر ریاضی رو کاخ جوانان بود، امیرعباس هویدا اومد افتتاح کرد. آقا از این یهودی‌ها اسم نبر دیگه. تاریخ میخوان اصلا وارونش کنن. تاریخ میخوان تاریخ که ثبت شده به هر حال همینجور که این حرف آخه میدونید دلم میسوزه. استاد شمایی داری میزنی که اول برنامه از عشق و علاقتون به امام خمینی گفتین. من عاشقش بودم. این عشق از من گرفتن، دزدیدن اینا. این عشق در من کشتن اینا. این عشق کشتن در من. خدا لعنت کنه کسانی که خمینی رو در وجود من کشتن. دبیرستانم خوندم تو همین کارخونه روغنکشی و از همونجا عاشق روغنکشی شدم. روغنکشی شد ملکی ذهن من. روغنکشی شد فضای تمام چیز حرفایی که میخواستم بزنم و اگر نمیتونستم از روغنکشی و از فضای ورامین از فضای روغنکشی ورامین استفاده کنم برای شعر گفتن اون شعر نمیگفتم. شما مطمئن باشید که من الان اگه بفرستید علیگودرز 3 سالم میگردم در تو علیگودرز نمیتونم شعر بگم مگه که بیام تو ورامین. شنیدی که مثلا طرف میگه میاد خونهش میگه آخیش اینجا خونه خودمونه، هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. اینجا خونه آدم نمیشه. چرا میگیم ما؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه وقتی که از خونه خارج میشدیم میرفتیم سفر یه بخشی از روحمون رو توی خونه جا گذاشتیم. وقتی برمیگردیم اون قسمت از روح در ما حلول میکنه. اینی که ما میگیم آخیش هیچ جا خونهمون نمیشه. هیچ جا برای من روغنکشی نمیشه. هر جایی که رفتم شعرخوانی کردم، تو هر محفلی، تو هر شب شعری شرکت کردم، گفتم من حسن فرازمند بچه محله روغنکشی برامینم. هی گفتن حسن فرازمند بازیگر معروف فلان، حسن فرازمند بود. گفتم نه، حسن فرازمند بچه محله روغنکشی برامین. من زائده روغنکشی برامین هستم، عشقم تو روغنکشی برامینه، زندگیم 50 سالم هست دارم مسیر تهران برامین میرم، صبح میرم شب و برمیگردم تو برامین. تو برامینم به هیچ کس نمیگم من چی کار میکنم. یه داستان جالبی رو تعریف کنم براتون. این همسایه بغلی ما یه روزی اومده میگه حسن آقا دیروز رفتم سبزی گرفتم. گفتم خب. گفت این سبزی که گرفتم توی ورق مجله پیچیده بودم. گفتم بله. گفت که باز کردیم سبزی رو پاک کنیم دیدیم که یه نفر عکس شبیه شما انداخته، زیرش هم نوشته حسن فرازمند. به خانمم گفتم که نگاه کن ببین این آدم چقدر شبیه حسن آقای خودمونه. بعد گفتم خب بله آدم شبیه هم دیگه میشه دیگه. بعد خانمش گفت بابا حسن فرازمند خود همسایه‌مونه، چرا بهش گفته بودین شبیه توئه؟ گفت من چه میدونستم، همسایه که 30 سال با من زندگی میکنه. تو همین محله واقعا هنوزم هست. جایی به رخ نکشیدی؟ اصلا هیچ وقت نگفتم. من الان دارم میگم من حسن پسر رحیم هستم. چرا توی ورامین کسی نمیدونست شما یکی از
فیلم‌های موندگار تاریخ سینمای ایرانو. من نخواستم. علت اصلیش هم خدمتتون عرض میکنم. علت اصلیش این که شهلا نمیخواست. شهلا نمیخواست من نمایشی از خودم در همه جا بدم. شهلا دوست داشت من خفاکاری کنم، مخفی کاری کنم، به کسی نگم مگه اینکه کسی خودش متوجه بشه. خیلی جالبه براتون بگم. برادرزن من رفته بود توی جشنواره فیلم کیروزاف دیده بود و اصلا نمی‌دونست کیروزاف من بازی کردم، خبر نداشت من بازی کردم. رفته بود بلیط گرفته و شانسی یه بلیطی گیرش اومد و رفت تو سینما پایر خیابون پهلوی خیابون بریاس رفت نشسته و این فیلم رو دیده و بعد یه دفعه وسط فیلم منو می‌دید بغل دستم میگه بهزاد یه حسن آقا میگه نه بابا حسن میگه حسن آقا خودمونه. بعد بلند شدم شب اومدم خونه شب نه چند شب بعدش اومدم خونه حسن آقا یه فیلم هست بتون کیروزاف. گفتم لو رفتم. گفت آره لو رفتی چرا با من هیچی نمیگی؟ گفتم که هیچی لازم نمیدونم بگم. تاریخ به شما میگه دیگه، خود فیلم به شما میگه چرا من بگم. ببینید آدم که مشتش پر باشه، خب مشتش پر باشه خودت چیز میگه مشت پره. مشت که خالی باشه خب مشت هم صرف کنی مشخص خالیه. آدم وقتی مشتش پر باشه تاریخ میگه به مردم. خود تاریخ اصلا آدم لو میده. بدو شهلا همه را قطع کند دم، ریسه های دم در را و چراغان لب پنجره ها را و به ارکستر بگو نزند این همه جاز، نزند این همه ساز، همه را بیرون کن. بدو شهلا همه هستی من، همه شادی و سرمستی من دارد آسان می رود از کف من. بدو مگذار غزل را ببرند و به داماد بگو دست خالی برود بوق زنان. من پشیمان شدم. من پشیمان شدم، تاب ندارم و سرانگشتانم زانویم بی غزل می درزد. بی غزل زندگی ما آخر چقدر می ارزد. بدو شهلا بدو مگذار غزل را ببرم. این شعر رو شب عروسی دخترم وقتی غزل می‌پردم و چقدر در کتاب برگ و بادم از انجمن شاعران منتشر کرده این کشور در همون کتاب سال 79 و چقدر پر احساس و هر وقت میخونمش همین صدا. من فکر میکنم حرف دل همه پدرایی که بله ببخشید منو ببخشید شرم. تفاوت در واقع هنرمند با یک کسی که حالا نگیم هنرمند، یک کسی که هنر رو میفهمه و درک میکنه و هنر توش به وجود اومده، هنر توش خلق شده، با افراد دیگه جامعه دقیقاً همین هست و من این حس رو میفهمم. مرسی، از همدلیتون ممنونم و ستایش میکنم. سروری که در وجود انسان ایجاد میکنید خیلی ممنونم. اصلا تمام شعرهای من اگر حمد بر خود ستایی نشه یه فریم هایی از زندگی من، این فریم ها رو کنار هم بذاریم میشه مستند زندگی من. وقتی این شعرها رو میخونی میبینید تو زندگی منی، داخل زندگی من دوست ندارم بی خودی از گل بلبل و زلف یار و فلان، نه کار من نیست. این موضوع خیلی هم به شاگرداتون یا به جمعایی که میشینید تاکید میکنید. من یکی دو بار افتخار داشتم اومدم توی محافل همه میگم به خودتون بیاندیشید. آره از خودتون شروع کنید، از خودتون حرف بزنید. خودتون بهترین شعرید.
چه کار دارید مثلا قیصر امینپور راجع به قطار شعر گفته؟ چه کار دارید حافظ راجع به زلف یار شعر گفته؟ و این میشه وقتی از خودشون میگه. وقتی خودت باشی اینه. این. اصالت در خود بودنه. جناب یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، خود بودن سخت ترین تصمیمی است که انسان میگیره. اینو من با کلوزاب ثابت کردم. آدم وقتی بخواد خودش باشه اون موقع شروع میشه، اون موقع تازه از خاک رشد میکنه، جوانه میزنه بیرون. تا وقتی که دیگران هستی زیر خاکی. که این مسئله تو اون کلوزاپ معروف، تو کلوزاپ گفته میشه، تو کلوزاپ ورد میشه، توی اون پلان معروف فردی که شبیه مخمل باف بود تو دادگاه. ببین شما وقتی من بعد از اون چند تا کلوزاپ دیگه هم کشف کردم. یه نفر پیدا کردم ادای محسن شاه محمدی رو در می آورد، میگم من سازنده سریال فلان هستم. بعد یه نفر پیدا کردم، یه نفر پیدا کردم تو با خانومم تو تاکسی میرفتیم خیابون بولوار الیزابت، هم بولوار کشاورز. یه نفر سوار شد ادعا کرد که بهرام شفیع هستم من. چقدر شبیه بهرام شفیع بود. خانومم میدونست بهرام شفیع با من رفیقه. بعد گفت حسن چرا بهرام تو رو تحویل نمیگیره؟ گفتم که نمیدونم. گفتم سلام آقای شفیع. بعد نگاه کرد چرا تحویلت نمیگیره؟ گفتم فکر نکنم این شفیع باشه. گفت که چرا؟ خودش چقدر صداش بود. رفتم بعداً به بهرام شفیع بودم. اوه کاش مچشو گرفته بود. چند بار تا به من گفتن. گفت کاش اینو گرفته بودی. بهرام شفیع با من سالها رفیق بود. تو تلویزیون با هم بودیم و گزارش‌های برنامه‌اش همیشه تو مجله سروش به من میداد چاپ می‌کرد. خدا بیامرزش. آدم بسیار شیرینی بود. بعد اینم اداشو در میآورد. من چند تا از این کلوزآپ‌ها بعدها پیدا کردم ولی دیگه کسی حاضر نشد. کسی کیارستمی نشد. کسی کیارستمی نشد. کسی کیارستمی نشد. و اگر اون کسی که ادای شاه محمدی در می آورد یک چیز بیابونی بود. شاه محمدی یه بچه لاغر کوچولو موچولو فلان. اونا رفیق من محسنم به محسن گفتم یه همچین چیزی پیدا کردم. گفت ولش کن بذار کار خودشو بکنه. خلاصه استاد برگردیم به ترانه‌های قبل از انقلابتون. شعرای معروفی ترانه‌های شما رو خوندن، حالا خواسته یا ناخواسته، اجازه گرفتن یا نگرفتن. به اون موضوع برگردیم. مسائل هنری رو جدی بگیرن و تأثیرگذار ببینن برای این لحظه. بله. هنر تأثیرگذار هست برای آینده. ما تو برامین یه شاعری داریم به نام صدیقه مرادزاده. این جایزه نخست شعر رو از دست آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور گرفت به خاطر کتاب خشنگ. من هم پشتیبانی کردم، عکسش صفحه اول روزنامه اطلاعات چاپ کردم و صرف وایسادم که عکسش صفحه اول چاپ بشه. و این یکی از استعدادهای شگرف شعر سفید در کل کشوره و ناشناخته مونده، اما در توان خودم. و از این شاعرها و از این استعدادها توی ورامین زیاد داریم. ما حدود 20 نویسنده داریم، نویسنده روایتگر داریم توی ورامین، معرفی نشدند. ما حدود 760 شاعر داریم، شاعر شعرهای آیینی، شاعر شعرهای سپید، شاعر غزلسرا. ما تاج سر همه غزلسراهای معاصر رو داریم تو ورامین. حسین جنتی. حسین جنتی یکی از کسانی بود که تو کلاس‌های من شرکت میکرد و الفبا رو هم بلد بود، قشنگم شعر میگفت. منم هر کاری که تونستم براش کردم، هر جونی که میشد براش کندم و دریغ نکردم. الانم هر کاری بخواد براش میکنم، چون انسان مستعدی بود و انسان بزرگی بود که خودش رو هیچ وقت نباخت. حسین جنتی یعنی ورامین، یعنی شعر ورامین. بعد مسئولین ما نه اینو درک میکنن، نه خیلی 760 شاعر، نه حتی پرک رو میشناسید؟ بله خدا رحمت کنه. نه حتی پرک رو میشناسن. خدا بیامرزه. نمیدونن چه استعدادی بود. من پرک رو فرخی سیستانی معاصر میشناسم.
به عظمت فرخی سیستانی است. یعنی روح فرخی سیستانی در این بشر بود و قصیده سرایی که این میکرد برای روزگار ما، فرخی سیستان برای عصر خودش میکرد. بسیار. و این درک نشد. آدمی بود که چند تا کتاب هم ازش منتشر شد، درک نشد در روزگار خود. اما تاریخ اون رو درک خواهد کرد. اگرچه شعر آیینی بود، اما در نوع خودش کم نظیر و حتی بی نظیر بود. ما تو شعر آیینی دیوان مرحوم کمپانی رو داریم. شما دیوان مرحوم کمپانی رو بذارید بغل دیوان مرحوم پرک، اصلا چیز ناچیزی است. اتفاقی میفته استاد؟ اتفاق میفته برای ورامین. تاریخ این رو ثابت خواهد کرد. ببین من حواسم جمع دارم چی میگم. از یه شاعر آیینی دارم حرف میزنم، از یه شاعری که من اصلا مخالف اینجور چیزا هستم. من مخالف اصلا شعر آیینی هستم، ولی چرا ستایشش میکنم؟ چون میدونم کی بوده چی بود. هیچ کس از روزگار خودش درکش نکرد. همه گفتن اکبر دربارایی. نه، اکبر دربارایی نبود. این فرخی سیستانی معاصر ما، منوچهری دامخانی معاصر ما بود. و 100 تا مثل علی معلم رکاب بزنن نمیتونن بهش برسن. بخونید، هست که دیوانش هستی که بخونید. خوندم، یکی از کتاباشونو خوندم. ما توی برامین ژولیده نیشابوری رو داشتیم، 35 جلد کتاب داشت. من 35 جلد کتابش هم خوندم، مطالعه کردم، معرفی هم کردم. ولی هیچ کدوم از غزلاش و هیچ کدوم از آثارش به قوت و انسجام آثار پرک نمیرسه. ما این چیزا داریم تو برامین. ما عزت قومی داریم تو برامین. عزت قومی یکی از بنیه‌های نمایشی در برامین بود که هیچ وقت خودشو جدی نگرفت. به قول سهراب سفری میگه که هیچ کس داغ چهی را سر یک مزرعه جدی نگرفت. هیچ کسی آدم رو جدی نگرفت. هیچ کس متوجه نشد عزت قومی کیه. هیچ کس متوجه نشد جمشید جمع کیه. خدا رحمتش کنه. جمشید جمع دوست دبیرستانی و دبستانی ما بود. بله. هر جا می‌نشست میگم من این آهنگ رو به اسم عشق حسن میخونم. این ور اون ور. او یار دبستانی من حسن بود. در حالی که شعرش مال منصور تهرانیه. شعرش مال من نیست. من یکی دو سه تا ترانه دیگه براش گفتم. میخوام براتون بگم که تو برامین استعدادهای شگفتی هست. شاعران بزرگ هست. شاعران کتابدار، نویسندگان صاحب اثر. منتها اینها مجموعه نمیشن هیچ وقت. کانون ندارن، اجتماع ندارن، انجمن آنچنانی ندارن. و اگر آقای ادریس آریا همت نمی‌کرد تا سال قبل خیلی از این شاعرها حتی چهرهشون به کشور ما معرفی نمی‌شد. ما نمی‌فهمیدیم مثلا صدیق مرادزاده کیه تو برامین، افسانه تاجی کیه، آقای محمد قشقایی. آقای محمد قشقایی خودش واسه خودش یدی است در ادبیات. بله. خودش برای خودش کسیه در توصیف و تفسیر شعر. خودش کسی برای خودش در تفسیر شعر معاصر به خصوص. اما میدونم این عصر که درش زندگی میکنیم، در این لحظه که درش زندگی میکنیم، اینها درک نمیشن. ولی تاریخ اینا رو درک خواهد کرد، تاریخ برابری خواهد کرد. من معتقدم یه قربالی دست تاریخ هست، قربال میکنه آدم ها رو. اونا که ریز و ناچیزن میریزن بیرون، اونا که درشت هستن توی قربال میمونن. بسیار. تاریخ قربال دستشه. تاریخ با هیچ کس هم شوخی نداره، با هیچ کس هم عهد قوت نداره. چون معروف ترین شاعرای این مملکت اومدن با زدوبند و چهره نمایی و فلان اومدن شدن کارو، اومدن شدن مهدی سوری. کو چرا دیگه اسمی ازشون نیست؟ برای که اینا ساخته پرداخته کرده بودن، یا خودشون ساخته پرداخته کرده بودن، هو و جنجال رو انداختن اینا کردن شاعرای فلان. نه، این خبرها نیست. شاعر عمران صلاحی بود که موند، همزمان با اون بود موند. شاعر شمس لنگرودی بود که موند. خب ما اینا رو داشتیم.
تاریخ اینا رو نگه میداره، ول نمیکنه که. قطعا تاریخ شما رو هم نگه خواهد داشت. مرسی. مخصوصا برای دشت ورامین. مرسی. من خیلی خوشحالم از این حرفی که میزنید. ببخشید معذرت میخوام، مثل چی کیف کردم این حرف زدید. من واقعیت رو گفتم، اغراق نکردم. ولی خدمتتون عرض میکنم من دنبال این قضیه نبودم تا بله. نبودم. اتفاقا اگه بیفته خودش اتفاق افتاد. همین که نبودید شاید دلیلش همین بوده، همین که اهل این شکل از خودستایی نبودید این اتفاق افتاد. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خوشحال شدیم که توی فرامتن میزبان فرهیخته بزرگی مثل شما بودیم. فرامتن این برنامه رو کلمه بزرگی است. خواهش میکنم، واقعیته. مخاطبین فرامتن هم این برنامه رو فراموش نخواهند کرد قطعاً و این برنامه رو به یادگار گوشه دلشون، کنج دلشون نگه خواهند داشت. من که لذت بردم، این اتفاق برای من افتاده، مطمئناً برای بینندگان عزیز برنامه فرامتن این اتفاق میفته. خیلی استاد ممنون. متشکرم. زنده باشین. شما و فرامتن و برای شما و همکاران عزیز و شریفتون آرزوی موفقیت دارم. من منتظرم فرامتن تبدیل به شبکه تلویزیونی ورامین بشه. انشاءالله. من اینو میخوام. صحبت استاد و امیدواریم بتونیم یه روزی اینو میخوام، اصلا اینو از روزگار میخوام. انشاءالله. ما شبکه تلویزیونی ورامین نداریم. من و همکارانم قول میدیم که تمام تلاشمون رو در عین صداقت، شفافیت و انسانیت انجام بدیم و انشاءالله این اتفاق بیفته. ممنون که با ما بودید، ممنون که ما رو دیدید. متشکرم. خاکت را ای دشت زیبا، میکشم جانم را بر بامت مانند دیوار. شهر خوبان، شهر پاکان، شهر یاران، ورامین دشت پر آوازه ایران. شهر خوبان، شهر پاکان، شهر یاران، ورامین دشت پر آوازه ایران. شهر خوبان، شهر پاکان، شهر یاران، ورامین دشت پر آوازه ایران.